شبانگل زودی بیا یکمی دارم جای ما بدو دروغ به کشیر گفتم کشیر بده که شغاله که شغال بوده یار کشیری بیده برا دریشته میجیز آنه گندن همون بشمالم هسته چند تا پیاله مثل که فعلا محله داره کشیر خدا میدونه به کجا بره به چای سیاه کرکی گیلک با چای میخوری یک نفر آدم 40 تا پیاله پیش تو بیا چای بخور نوش جان خیر بینی چه کار کنم؟ برو سر و شار زمینو و البته 6 7 پیاله کی چای میخوری گیلک نه آیات مادر به من رفته بود اگه بگدش به تا دستمال انا من خیال کردم که همه ننم خیال که همه پیالا به کاره خبر نداشت که من یکیم بیا مادم گفت گوسفندار بچرونم انه بی واسطه معامله شد خوبه که باشه خیر باشه کار نداری گیلک کی کار نداری میگم من برو نه من چای بیا بخور نه حالا اضافه چای داغه خیر بینی اما به خونه چای خوردم یار بچی خداحافظ یار بشی فقط تو استفید منطقه بابا تو چکم چای هست که بگم چای کجیر جندم کجیر درو گفتن کجیر اون شغاله بجس ترمز پرتو که چای های خوردم که تو که میگی بریو شما ترمز چند تا پیاله ندیدی رفه نه کجا بده امروز شفتن دروی دیشتیم فلگی بفهمیگی پیار ممره که برو اصلات چای بیار قرار کرده برفتن چای آوردو همین جوگا بقدشتو قرار کرده امی تایی میامدون قرار کرده گیلک بهم جلو ما گو بجی شغاله ترمزار بقدشتون بجیستو بیامدون دیدم نی ترمزنی هم پیالا اشتو که گیلک به زیر درختو موقع سدین زیر مو درختو توی چای میخورد ترمز چای به پیشی بید خودی 5 6 تا پیاله کی شما همولی همونا برار اسمانه اشتا ترمزی بی همین ترمزا 5 کیلویی کلون همو برشوا سیایی بی سیاه خیر بینی ها آفرین همو ترمز مانه برا کجا بی به زیر درختو توی موقع سدین خو رنگا کدی به خاک شایی همودا پا دروغ به من گفته شغالیه تو سببو کلگی بدی تپیش بی یاری 420 گیلک تا تو بری چهاتور پاک میشم میخوره بابا با کجایی تو آخی دیگه خود تو میفهمی که ما امروز کارگر داریم فعلا داریم من یک ثانیه دیگه نمیتونم کار یاله کنم بیام با دنبال یک پیاله چای بیام آخی با مادرتم زنگ زدم گفتم با ما چای نکو 2 ساعت میشه ما به دست کجی دادم چای رو کجا بردی چایا گم شد بابا
ایشته گم شد چایم گم بشه. ها ترمز چای مادر ما بده به دست ما خودی پیالا ای میاد دون به طرف شما یک دنگلک بخور به جلومه گو بجی که شغال هم گو بجی به شغال آمد ترمز پیالا برداشتم پوکا به دند دون بم رد خوب بجیستم رد یک ساعت بیام دیدم نیه ترمز شام ماده بدید اومده بپرسید و گو تنگلک بدید درختا تو شیشتی چای میخوره برفتم اون جیرم نگاه کردون گلک هم نبود ترمز هم نیه پیالام نیه خود چرا نمیدی به من خبر ندادی اینا که با چا پیار منی هم آخی آخی اینا فعالی هم خودی من کار میکنم مردم توش نه آخی میگو من از تو پرسان کنم ایسته تو به گپ همین ساده که ترمز پیاله پرتاو که دیرا خوب گرفتی برسی تا حالا کسی بدیدی که بمی دی که چیزی بگفت کسی گپ از زیر باور کنه بابا دیدون میچه من چی خبر داشته که فیلم بجی میکنه خب بابا وقتی که همیته شده بود اگه میامدی به من خبری میدادی که من مادر تو زنگ میزدم چای دم میکرد بزی مسلمونا میامرد گناه دار آقی همیتا کاری بکنی که یک روز دیگه هم بزونه بگم بیاین خودی به فعالگی بیایم نگم که یک پیاله چای نورالله نتونست داده خانم من چیکار کنم من ترمز پیاله نمی پلیدم خب مجبور بودم برو سراغ کنم علی بلجو و آخیرا پیدا نشد از چه خیر از تو بابا من ندیدم هیچ وقت خیر من از تو ندیدم فقط بگه ما ساک گم شه آخی تو چرا به حرفمو ساده بکنی تو اون ساده دیگه چی فرق کردی راست میگیم بابا حالا چیکار کنم من چی میفهمم برو من چرا ترمز چای دیگه بیارم من میرم برو بیار چای که بعد ابرم پاک به پیشم این مردم باور کو که ابرم شما ببردید تو مادر تو خدا مادر تو رو در بدر کنه ولی شما به کجا میرید میرم کلاف من لازم پیش کنم برو شدی بیای بده ای خود برنگه که تو شما بدن چه دروغ میگه گیلک بزی درختا تو شیشتی چای میخوره کوک نیاما گیلگو گیلا تو سیکو مرا مخزر رای سرگردون کرد و خیر آمد دروغ بودم ترمزار بختشتم ما بجیستم چی شد زمین شخص ترمزار دوری را تو چیکار کنی؟ باور بکن دیگه بخول اذیت شدی. چطور اذیت شدی؟ من امروز فعلا دارم. بیا آوردم این فعلا رو به خاطر کمی شفتلا خور اگه باشه به خیر خوشی میاد کلا کنار بکنم درو کنم. بچه خو کجی زنگ زدم که به ما چای بیار. اگه به مادر گفتم دست اینو چای ری کو دست کجی. چای ها ری کرده بیا آورده گیلک به جلوی بخورده. گفت بچه که شغال ترمز و پیاله پرتو کرده بجسته. خبر شدم که ترمز پیاله ورده شب رو تبزه درخت بشیته به چای خورده. برار می پس نه برار می پس کی دیگه؟ سر فیلم بازی کرده خیلی مشکل نداره خدای سرش یک بابا مرگ بخوره کارگرام اینجا توشونه و گوشنی هم میبره ترمز چای بخورده به خاطر چی؟ چی بلوک مفخوره به سر زمینا جمع کردیم یک گلو ترمز چای چیه دیگه فکر کنیم میمون شما بوده چای خورده باش مور میفهمون خیره کی میفهمونیم یک روز دو روز که بفهم بعدم یک پیاله چای بزیده دیگه من خونه شما چای پیدا نمیشه خیره ببخش ما شما ببینیم مور اگر من میفهمم که شما به خونه خودت چی نداریم اینا شما به می رقم شکم خور سر بکنی باش مور ببینم دیگه کی برار خوبه گردم ولی معلوم نیکم ترمز پیاله ماری کجا کرده باشه ما چون شما برو بخونه سه که میشه به خونه برده باشه پس ترمز و پیاله ما روش بگی که نشکنونیم همونا رو بردار خود خوبر دا بیا خب میگم که ترمزا لیلمی شما نشکنونه
باش مال به خونه برم نفری نکو به یک ترمز چای هیتم سختی باور بکن اگه برار من نبودی باور نون بدن نمیره بله یا ای فنون بموت چیزا ای فنون به شما جلو بچه نادون بگیرید ترمز چای خود پیاله رو برداشت شروع کرده به خوردن سر کله شما به شلغم نمیورده کارای نارسیکو گیلا خبر داری از این گپ تازه هم بتا ده نه چه گفت؟ میگم بدی شغال پیدا شده یار گیلک 420 دیویدی یعنی مادر نزایه دیگه مثل تو آدم وری میگم گیلک بیعقله آدم ها هوشیار به می کار فکر نمیکشه به خدا رمضان اگر راستی بپرسی تشنه بدم گیلک تشنه بدم من آخه تو کد پیا نیلیلا بس چه پیا کجیر بس اختلط کرد نیلی یا کجیر گیلک تو که توشنه بدی میگفتی یک پیاله چای به من که جیر بدی یا نورالله یک پیاله چای بده من به سر زمین ها کار کردم توشنه تو چرا مردم میترسونی حال بلا برد یک پیاله چای اونا رو میترسونی دل بندن میندازونی که یک پیاله چای بخوری فیلم به سر اینا بازی میکنی فیلم خود نه فیلم سیکون رمضان انا من به کجیر میگفتم یک پیاله چای بدی ما به یک پیاله سر میشم ایکو یک دیوم از این سر نمیشم سیوم از این که چیزه خب چیزه اون نمیداد پیاله چای اون سختیه میگم این گپا به درد من نمیخوره خب همه ضرب تو میگم به سراخو میری به صحرا میری متوجه به چهار طرف خو باش فکر تو به بال خود تو باشه که اگه تو نورالله به جامای گیر که تو رو می تاثیر خو بالا میکنه میزنه به تعمی جو که ایتا مگر ایتا گیلک مثل یک بچه 5 ساله یک دانک زنی ایتا به تو یاد تو باش 3-4 روز خود اقلا دور میکنه تا اقلا دور میشم با عیاد از اون میره ببینه اون نسفیریه تو کم عقلی او عیاد نمیره او تو ضربه که تو بزنی عیاد نمیره او پیاله چای نورالله بخود انگار نیه کاسه نون بخود بیر گوشنه نگاری اون نسفیریه 3-4 روز من نبین عیاد میره با طور که بدید بیادی بون با نسوار هم به تو نشون بده عیاد میره دمه که تا به یک هفته مدر تو از چهار طرف چی رقم جمع کرد چی رقم فیلم ساختن گیلک خب فیلم که بس اختیانان متوجه به شونه ها خم بشی عیاد میره او فیلم ساختنی تا کارا داره اون 3-4 روز من خور نبینم اون بخور نبینه او مخور نبینه یعنی میگی اینا همه بس مردم دیم است تو میتا کم فکرم